اومدیم رانندگی جاده چالوس زیبا. این هم صد سیاویشه است. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید، البته اگه رانندگی دوست دارید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم یه ولاگ رانندگی داشته باشیم در آزادراه تهران شمال از سمت چالوس. امروز یک شنبه 28 تیر ماه 1405 و ساعت حدود 8:30 صبح. چند وقت پیش ولاگ رانندگی در جاده چالوس از سیاویشه به سمت شهر چالوس و البته در جاده قدیم رو در کانال قرار دادیم که خوشبختانه با استقبال زیاد هموطنان روبرو بوده که باعث افتخار ماست. ولاگ امروز هم در مسیر چالوس به تهران از سمت آزادراه تهران شماله که ولاگ از خط 8 چالوس شروع و در ادامه بعد از عبور از مرزن آباد در نزدیکی های سیاویشه به علت تموم شدن باتری تموم میشه. امیدوارم تا آخر ولاگ هم با ما همراه باشید. ولاگی که چند وقت پیش گذاشته بودیم از سمت سیاویشه تا چالوسه که لینک اون رو هم براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم که در صورت تمایل میتونین اون هم نگاه کنید. یه توضیح هم خدمت دوستان بدم که به علت کپی رایت شدید یوتیوب دست ما برای انتخاب آهنگ واقعا بسته است، وگرنه این جاده آهنگ موین و هایدو و سایر موزیک های ماندگار موسیقی ایران رو میطلبه. ممنون از شما که ما رو درک میکنید. جاده چالوس یکی از زیباترین و معروفترین جاده های ایرانه که در تمام فصل‌های سال زیبایی خاص خودش رو داره. نزدیکترین جاده از تهران به شمال کشوره. خاطر همین تعطیلات واقعا شلوغ و پرترافیکه. این جاده علاوه بر زیبایی خطرات خودش رو هم داره که متاسفانه سالانه عده زیادی از هموطنانمون رو در این جاده از دست میدیم. توصیه میکنیم که در هنگام رانندگی در این جاده علاوه بر سرعت مطمئنه توجه به جلو رو هم رعایت کنید. اگر به گردش در شهرهای شمال ایران، بازارهای محلیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون هم از ما حمایت کنید. در صورت تمایل حمایت مالی از ما میتونید از طریق اینستاگرام و تلگرام کانال ما با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که از این ولاگ این جاده زیبا هم لذت ببرید.
خالی بریم یه آش بزنیم. ماشین بنده خدا خراب شد. کندوان هماش رشته کندوان با چای محلی یا تونخاری بخوریم بریم ادامه بله. این هم منظره